اینک سال 2015 هم به آخر رسید و ما وارد سال نو شدیم. هر کشوری هنگام ورود به سال نو تمام کامیابی ها، فراز و نشیبی ها، دستاورد و کوتاهی های یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داده نتیجه گیری می کند که آیا سال پربار را پشت سر کردیم یا خیر. هر یک کشوری که اراده قوی پیشرفت دارد و از پی ترقیات جامعه مدنی است، همیشه تحلیل و اندیشه قشر کارشناس جامعه را به نظر می گیرد تا که تصمیم گیری ها در سال جدید برای مدیریت کشور آگاهانه و سنجیده به عمل آید و هم سهو و اشتباه ها تکراری نباشند. بنابر ما هم از کارشناسان سوال کردیم سال سپری شده برای کشور ما چی آورد و چی برد؟ یعنی چی پیشروی های و چی کمبودی های داشتیم؟ همین لحظه چندی از نظر و تحلیل ایده از کارشناسان درباره برد و باخت های کشور تاجیکستان پیشکش شماست. سال 2015 که سال دشوار، سال سخت برای جامعه شهروندی به ویژه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. حزب نهضت اسلامی عمده‌ترین حزب مخالف حکومت تاجیکستان ممنوع و همچون سازمانی تروریستی و افراطی اعلام شد که در پی آن صدها از هموطنان، از همکارانم، صدها از عضوی ارشد حزب نهضت روانه زندان شدند و از دهها تن دیگر از اعضا و جانبداران این حزب پاسپورت های خارجی گرفته شد که آنها در حال حاضر در حبس خانگی قرار دارند و همچنین صدها تن دیگر از اعضا و مسئولین ارشد حزب نهضت و جانبداران این حزب با شمول استاد محیدین کبیری رهبر حزب نهضت ترک وطن کردند. واقعا این اقدام حکومت نقض آشکار سازشنامه صلح و رضایت ملی بود. امام علی رحمان رئیس جمهور کشور و آن تیمی که دارد با این اقدام خود آن سازشنامه صلح و رضایت ملی را که به همراه استاد سید عبدالله نوری رئیس آن وقته اتحاد اپوزیسیون به امضا رسانده بودند شکستند. صلحی که با صد رنج و عذاب، با هزارها قربانی و با مشکلات زیاد و با امیدهای زیادی به دست آمده بود را متاسفانه شکستند. من چند روز میخواستم متن سازشنامه صلح را پیدا بکنم که چشمم به سخنرانی امام علی رحمان در مورد صلح در سال 2002 یعنی حدوداً 14 سال پیش برخورد که او در این سخنرانیش گفت که ما جنگ و زورآوری را همچون وسیله به اعتدال آوردن جامعه رد نموده راه آسایشته مذاکرات و گفتگو شنید را برای رسیدن به صلح و رضایت ملی یعنی نجات ملت پیش گرفتیم. امام علی رحمان رئیس جمهور یعنی فراموش کرد. متاسفانه انسان ها ضعیف هستند و به زودی گذشته را فراموش میکنند. اون میگفت که زورآوری را همچون وسیله اونها قبول ندارند. برعکس باید از زورآوری استفاده نشود، برعکس باید در جای زورآوری از صلح و مکالمه و دیالوگ استفاده کرد که متاسفانه امروز اونها خودشون زورآوری کردند، حزب نهضت را ممنوع کردند و ده ها تن از اعضای اون را با شمول اونهایی که در این صلح سهمی زیادی داشتند روانه زندان کردند و بسیاری دیگر از کشور خارج شد. واقعا این به نظر بنده این اقدام حکومت بزرگترین حادثه سال 2015 بود که متاسفانه عواقب خوبی ندارد. اگر ما در سال گذشته به فضای آزادی و فضای آزادی بنگریم میبینیم که
آزادی در این سال گذشته واقعا محدود بود. رسانه ها و سایت های مستقل از جمله آزادی، تاج نیوز، آزادگان برای بسیاری از کاربران اینترنت تا حال محدود هست و حتی شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، ادنکلسنی که خیلی محدود بودند و تا امروز این محدودیت هم ادامه دارد که سوال میارد که حکومتداران ما چرا میترسند؟ چرا این رسانه ها را بند میکنند؟ واقعا سوال هست که چرا اونها این رسانه ها را بستند و تا امروز ادامه دارد؟ جواب خیلی واضح هست که اونها از واقعیت، از برآمدن حقایق میترسند که واقعا این به فایده، به نفع کشور نیست. یکی از دیگر چیزهایی که در سال 2015 انجام یافت و حکومتداران متاسفانه این کار را از انجام این کار افتخار میکنند، ولی متاسفانه برای یک کشور دموکراتی نه تنها میزیبد بلکه تأثیر منفی دارد. این است قرار قانون پیشروی ملت. یعنی چی ضرورت داشت در تاجیکستان پرزیدنت تمامی اکثریت صلاحیت ها در دست او هست و جایگاه بلندترین هست، ولی متاسفانه به جناب عالی و به دیگر عنوان ها اکتفا نکرده باز بردیم به پیشوای ملت رساندیم و در بری این قانون هم دخل ناپذیری او و خانواده او و کفالت های اجتماعی هم داده شد که متاسفانه هیچگاه به اصول های دموکراتی موافقت نمی کند. همچنین حتی اگر بگیم که پیشروی ملت این اگر وضعیت اقتصادیمون بهتر شده باشد، مردم برق داشته باشند، اگر مشکل نداشته باشیم تا یه حدی را می شود که توجیه کرد، ولی امروز کشور ما در تمام ساحه ها متاسفانه عقب مانده ترین کشور در نه تنها در آسیا مرکزی بلکه در جمهوری های اتحادیه شوروی سابق هست، ولی بر زمین این باز ما هم میبریم به عنوان های بزرگ و کلانی را به مسئولین کشور میدهیم. همچنین سال 2015 سال واقعا دشواری برای ادوکات ها بود. چنانکه که میدونید پیشتر شهرت قدرت ادوکاتی مشهور بازداشت شد و به روانه زندان شد به سالهای طولانی و همچنین بعد بازداشتی حمله وسیع بازداشت های اعضای حزب ادوکات آنها بزرگ مهریاروف، نورالدین محکموف و اون ادوکات زنهای کلیگ ادوکاتور سپر بازداشت شدن که واقعا سال 2015 برای اونها هم سال واقعا دشوار بود. ادوکات هایی که باید از حقوق شهروندان بازداشت شده دفاع میکنند، یعنی باید دفاع کنند، اونها وقتی که بازداشت میشود دلالت به این میکند که در تاجیکستان چقدر حقوق های انسان پایمال می شود. در سال 2015 یکی از حوادث دیگری که رخ داد و واقعا یعنی این را من میتوان بگم که بزرگترین معمای سال 2015 بود، این حادثه های اوایل سپتامبر که مربوط به معاون وزیر دفاع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده است. این مثل دیگر حوادث دیگر که در سالهای قبل رخ دادن یکی از معماترین هست و اسباب و عوامل این حادثه گفته نشده است و تاریخ بیرحم هست و همه چیز را آشکار خواهد کرد و آنهایی که با این کارها میخواستند دیگر با غرضهای گروهی و شخصی داشتند این سببگاری این شدن، سببگاری ریختن خون تاجیک شدن در نزد ملت و در نزد کشور و پیش از همه در نزد خداوند هم اینها جواب خواهند گفت. واقعا سال دشواری بود، سالی بود که خیلی برای
جامعه شهروندی، برای فضای آزادی خیلی سال دشوار بود، ولی انشاءالله که سال آینده، سال امسال، سال 2016 سال مجددار خواهد بود، سال خواهد بود که در اون مبارزه و خسته ناپذیری ملت مشاهده می شود و چنانه که خداوند در قرآن کریم میگوید که فإنهم یعلمون کما تعلمون، این مژده هست و الحمدلله این را الکی ما احساس کرده ایم.